سلام، وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. بیش از 70,000 تن اموال در ماه گذشته از طریق خط آهن به خارج صادر شده است. اداره خط آهن کشور میگوید از راههای حیرتان مزار شریف و تورغوندی آقینه در ماه گذشته 70,027 تن اموال زراعتی و تجارتی به کشورهای خارجی صادر گردیده است. کار ساخت کانال شاهی لغمان به ارزش بیش از 30 میلیون دلار آمریکایی جریان دارد. مقامات محلی میگویند با تطبیق این پروژه زیبایی لغمان 2 برابر و فرصت کار نیز برای مردم افزایش خواهد یافت. این کانال 2 فاز دارد که طول آن 32 کیلومتر است و از ولسوالی الینگار تا منطقه تپرو 12 قری از آن بهره میبرند و همچنان بیش از 5000 هکتار زمین را نیز آبیاری خواهد کرد. در سال جاری بیش از 35,000 تن انار به ارزش 8 میلیون دلار آمریکایی از کندهار به کشورهای خارجی صادر شده است. مقامات میگویند بخش زیاد این صادرات به پاکستان و هندوستان است و به صورت مجموعی در سال جاری از باغ‌های انار کندهار 200,000 تن انار جمع آوری شده است. این انار در حال به کشورهای خارجی صادر شده است که در 3 ماه نخست سال جاری تمام راه‌های رفت و آمد خارجی به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود بود. زعفران افغانستان از سوی انستیتوت جهانی ذائقه مقام اول را کسب کرد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید از سوی این انستیتوت به زعفران افغانستان به خاطر ذائقه خوب مدال 3 ستاره‌ای داده شده است. این اولین بار نیست که زعفران افغانستان به سطح جهان مقام اول را کسب می‌کند، بلکه قبل از این نیز 4 بار این مقام را کسب کرده بود. تلاش ها برای آغاز کار ساخت بند دهله کندهار جریان دارد. مقامات محلی کندهار میگویند با تکمیل شدن کار استملاک این بند زمینه آبیاری هزاران جریب زمین فراهم خواهد شد. برای ساخت این بند 400 میلیون دلار آمریکایی بودجه اختصاص داده شده است که از سوی بانک آسیایی داده می شود. این بند در جنوب کشور دومین بند بزرگ است که نزدیک شهر کندهار زمین های بیش از 7 ولسوالی را آبیاری می کند. کار ساخت بند دوم برق در ولسوالی خرابات کندوز به شدت جریان دارد. با ساخت این بند بیش از 10 میگاوات برق تولید خواهد شد و 18,000 خانواده نیز از آن استفاده خواهند کرد. مقامات محلی میگویند این ولسوالی هزاران جریب زمین زراعتی نیز دارد که با ساخت این بند 4700 هکتار زمین نیز آبیاری خواهد شد. کار ساخت یک سرک به ارزش 699 میلیون افغانی در شهر کابل آغاز شد. مقام ولایت کابل میگوید با ساخت این سرک به هزاران تن زمینه کار فراهم و ناحیه 11 این شهر با ناحیه 12 وصل خواهد شد. والی کابل گفته است تا چند ماه دیگر کار ساخت این سرک مکمل خواهد شد. 429 پروژه زراعتی به ارزش 219 میلیون افغانی در ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد. مقامات محلی میگویند در این پروژه ها 154 آن اتاقهای خشکسازی کشمش، 200 اتاق خشکسازی پیاز، 12 سردخانه نگهداشت سیب، 35 اتاق ذخیره کچالو و 30 ماشین خشکسازی آفتابی شامل می باشد. 57 پروژه محصولات زراعتی در ارزگان به بهره برداری سپرده شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید هزینه جمعی این پروژه ها نزدیک به 33 میلیون افغانی می شود که ظرفیت نگهداشت بیش از هزاران متریک تن محصولات زراعتی را دارد. بر بنیاد معلومات این وزارت در سال 1399 10 پروژه زراعتی و باغداری به خاطر بهبود وضعیت دواقین این ولایت تطبیق شده است. 2 کانال به ارزش 80 میلیون افغانی در ولایت تخار ساخته شد. مقامات محلی گفتند این کانال ها از سوی بانک انکشافی آسیایی در مرکز این ولایت در منطقه قلبرس و شوراب ساخته شده است که 21 تعمیر و 20 کیلومتر طول دارد. بر بنیاد معلومات این 2 کانال 1772 هکتار زمین را آبیاری و نزدیک به 5000 خانواده از این کانال بهره خواهند گرفت. این بود خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.